اگه از بین سمبوسه و پیتزا نمیتونید یکی رو انتخاب کنید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو رو ببینید. سیب زمینی ها رو پوست میگیریم، با یه مقدار آب و نمک میذاریم که بپزه. یه پیاز درشتم پوست میگیریم، ریز خرد میکنیم و با یه مقدار روغن تفت میدیم. نمک و ادویه ها رو هم اضافه میکنیم، سیر رنده شده، فلفل دلمه‌ای خرد شده، بعد هم سوسیس خرد شده. میتونید از هر مدل سوسیسی که دوست داشتید استفاده کنید. من از کوکتل استفاده کردم. اضافه میکنیم و تفت میدیم. حالا سیب زمینیایی که پخته رو حسابی پوره میکنیم و به مواد اضافه میکنیم. بعد هم یه مقدار گشنیز و جعفری خرد شده که عطر بی‌نظیری به این سمبوسه ما میده. این از مواد سمبوسه. نان لواش رو به صورت نوارهای 10 سانتی برش میزنیم. یه مقدار از مواد سمبوسه، یه مقدار پنیر طبق ویدیو میپیچیم. آخرش هم فیکس کنید که سمبوسه از هم باز نشه. توی روغن داغ با حرارت متوسط دو طرفش رو سرخ میکنیم. امیدوارم درست کنید، از خوردنش کنار عزیزانتون لذت ببرید.